یک سوال عجیبی آمده است. نمیدونم شاید شما هم شنیده باشید. مردم بسیار اعتقاد میکنند علاوه خصوص بیماران و برای تبابت بیماریشان به هر جا مراجعت میکنند و هر گونه هم. اینجا سوال کردند در استاد در پامیر گرم چشمه هست. مردم برای تبابت پوست می روند لیکن آنجا با تکپوش به حوض در آمدن نمیمانند. مردم همه به لباس می درآیند. این ممکن است؟ به آب در آمدن به لباس ممکن است، لیکن نگاه کردن به عورت دیگر کس یا در پیش مردم دیگر کس عورت کشیدن اینش منع است. تبابت اجازت است مادامی که اگر طب در تجربهش گذرانده است که همین آب برای پوست ها فایده دارد گفته باشد، چون که اصلا آبها خاصتا آبهای طبیعی در وی شفا هست. الله تعالی میگوید که انزلنا من السماء ماء طهورا، ما از آسمان آبی پاک نازل کردیم. آب طهور، پاک کننده هست از افلاسی، از بیماری. بنابراین نوشیدن خودی آبی تازه این شفا هست، طبابت هست، دوا هست آب. این چونین آبازی کردن هم حضرت ایوب را الله تعالی فرمان داد که به همین آب خنک آبازی کن گفت و از بیماری ها درست شدن. اگر همون چشمه از نگاه علمی طب و از تجربه نشان داده شده باشد که برای فلان فلان نمودی بیماری های پوست فایده دار باشد، بله اونجا رفته طبابت کردن اجازت است. برای آنکه اصلی طب بعضی علما گفتن که اصلش تجربه است. تجربه نشان داد که همین نمودی طبابت اگر برای آدم برای فلان نوع بیماری ها فایده دهد، از همون تجربه میگیرن و اجازت میدهند. این از نگاه طبیش اجازت است. ولی عورت باید مثلا یکتگی درآید یا در پیش مردم نیو نزدیک شده بعد کشیده درآید. اگر اونجا برای شاید با لباس های تحپوش درام برای پهن نشدن اینفکسیه یا افلاسی ها همین خیلی قانون گذاشته باشن، در آمدن به داخل آب بدون لباس اجازه ده، فقط دیگران نبینند.